қироати шоҳасари аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон. таърихи қадимтарин қадим, асри миёна ва давраи нав. гуфтори 35. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش‌گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. پیدایش مناسبت‌های فیودالی در آسیای میانه. جمعیتی هیتاریان. پراکوپ کیسارسکی درباره گونهای سفید هیتاریان گپ زده نوشته بود که آنها از قدیم مقیمی می باشند، به یک پادشاه اطاعت می کنند و دولت قانونی دارند. میناندر از نام هیئت سفارت ترک ها روایت می کند که هیتاریان مردمان شهری اند. به قول وی ترک ها هیتاریان را شکست داده حاکمی شهرهای آنها شده اند. فیفن ویزانتی می گوید که هیتاریان فارس ها را مغلوب ساخته به شهر و بندرهای فارس ها صاحب شدند، ولی مأخذ های خطایی تماما گپی دیگر می زنند. موافق خبر آنها یده یعنی هیتاریان شهر ندارند و در جایهای سیر آب و علف در خانه های سیاه زندگی می کنند. سان یون نام سیاه می نویسد که یده یعنی هیتاریان قلعه ندارند و کوچمنچگی می کنند. هر دوی این روایت مخالف در نقل سیوان زن آید به گیمتالا آورده شده است. ساکنان این محل یعنی هیتاریان در چادرهای پوستکی زندگی داشتند و کوچمنچگی می کردند. در عین حال خبر داده می شود که در گذشته آنها بسیار مملکت‌ها را ضبط نمودند و در بسیار قلعه و دیزها حکمرانی کردند. به همین طریق مؤلفان غرب احتمال برای همین هیتاریان را مردمان شهری می گفتند که آنها صاحب شهرها بودند و در دوره‌های ثانی اعیان و اشراف هیتاریان در شهرها مسکون می شدند. جمعیت هیتاریان از جهت مال و ملک روشن و انیق تقسیم شده بود. مثلا در این باره ما از تصویر مراسم دفن آنها واقف گردیدیم. سالنامه لیان شو خبر می دهد که مرده را در تابوت‌های عادی چوبین می گرانیدند. در برابر این در سالنامه بیشی یا ویشو چنین نوشته شده است: مرده بایان را در سغانه‌های سنگین دفن می کنند. مرده کمبغلان را به چخوری‌های کهنه می پرتایند. سر و لباس اعیان و اشراف خیلی با کر و فر بود. سانیون سر و لباس بایزنها را تصویر کرده می نویسد. سر و لباس بایها و کمبغلان فرقی کلان دارد. جزای دزدی نهایت سخت بود. برای دزدی چیزی که اندازه اش معلوم نیست سر می زدند. تاوان چیزی دزدی را 10 کرات زیادتر دادن در کار بود. از این مدرکات معلوم می شود که جمعیت هیتاریان جمعیت صنفی حساب می شد و از جهت مال و ملک انیق و روشن تقسیم شده بود. آنها صاحب دولت بودند. لشکری هیتاریان خیلی توانا بود. اسلحه آنها گرز بود. به عقیده خطاییان آنها کمانکش‌های زبردست بودند. به فکر مؤلفان دوره‌های ثانی اسلحه اساسی آنها شمشیر بوده است. اصول عملیات جنگی که هیتاریان کار می فرمودند کس را به عقیده وادار می نماید که لشکری آنها اساساً از سوارگان عبارت بود. در این مسئله ما با التخایم هم فکر هستیم و عقیده گومیلیاف را زنهار قبول نداریم. در بین هیتاریان پلیاندریا یعنی سیر شوهری رسم بود. برادران یک زنی عمومی دارند. زنی شوهرش به برادر یعنی زنی یک تا شوهر داشتگی کلاهی یک گوشه می پوشد.
زنی سیر شوهر کلاهی می پوشد که چند شوهر داشته باشد، همان قدر گوشه دارد. در لباس هم موافق شماره شوهر پوپک دوخته می شود. درباره این عرف و عادت که برابری پلیگمی یعنی سیرزنی در بین واریان معمول بود، بسیار مأخذهای خطایی خبر می دهند. پلیاندری که باقی مانده نکاح گروهی می باشد، در روزهای ما در تیبت و در گرد و اطراف نزدیک آن وجود دارد. موافق خبری مأخذها، هیتاریان دین بودایی را نی بلکه خدایان خود را، مثلا خدای آتش را می پرستیدند. هر سحر آنها از خیمه خود برآمده نماز می خواندند. احتمال آنها آفتاب را هم پرستش می کردند. ولی در جمعیت هیتاریان دین و آیین خلقهایی که آنها را مطیع می نمودند، مثلا دین بودایی، تدریجاً ریشه دواندن گرفت. مدرکی هست که در بین هیتاریان دین نصرانی هم معمول بوده است. نهضت مزدک در حدود عصرهای 5-6 در ایران کیقوبادشاه سالهای 488 531 بر ضد مناسبت‌های فیادالی که نو تشکل می‌یافت، برآمدهای توانای عامه خلق به وقوع آمد. به این نهضت شخصی سرداری می‌کرد که در تاریخ با نام مزدک مشهور است. مثل تمام دیگر نهضت‌های خلقی آن دوره، اعتراض اهل جماعت ضد ظلم و استبداد به خود شکل دینی را گرفت. اساسگزار این نهضت دینی زردوشت ابن خرایی نام شخصی بود. بعضی ها سنه حیات او را به آخر عصر 3 و اول عصر 4 نسبت می دهند، ولی سنه به حقیقت نزدیکتری سنه حیات وی باید نیمه دوم عصر 5 باشد. از نام این آدم تعلیمات دینی هم به خود نام زردشتکن را گرفت. مزدک شاگرد و پیروی این آدم بود. مزدک تشویق می کرد که همه آدمان حقوقی برابر دارند و نابرابری را برهم دادن لازم، زمین و ثروت بایها را کشیده گرفتن در کار. به قول طبری که به ترجمه سالنامه های دوره های زبان میانه فارسی تکیه می کند، مزدک و پیروان وی ترغیب می کردند که خدا نعمت عالم را برای همین آفرید که مردم آن را بین خود از روی انصاف تقسیم کنند، ولی مردم در این کار ناانصافی کردند. پیروان مزدک می گویند که آنها مال دارا را کشیده می گیرند و بنادار می دهند، زیرا اگر کسی را بیشتر زن و پول و مال باشد، این چنین معنا ندارد که فقط وی به همه آن چیزها حق دارد. یا خود چطوری مورخ عرب می نویسد، مزدک تعلیم می داد که مال و ملک بایها را کشیده گرفته به کمبغلان دادن در کار، تا اینکه مال و ملک آنها برابر شود. آدم کشی و حتی کشتن چاروا به عقیده مزدکیان گناه عظیم است. موافق تعلیمات مزدک فقط در راه غلبه نیکی و در مبارزه ضد بدی آدم کشی و خونریزی روا است. طلب عادلانه تقسیم کردن نعمت‌های مادی و طلب برهم دادن نابرابری مساعدت نمود که تعلیمات مزدک پیش از همه در بین زراعتکاران جماعت پهن شود. فردوسی بزرگ در شاهنامه از نام مزدک گفته است: همی گفت هر کو توانگر بود، تهی دست با او برابر بود. نباید که باشد کسی برفزود، توانگر بود تار و درویش پود. جهان راست باید که باشد به چیز، فزونی حرام است و ناخوب نیست. ترغیب مزدک موفقیت عظیم پیدا کرد. به قول طبری مردم عوام از این فرصت استفاده کرده به مزدک و پیروانش همراه شد و با آنها وحدت نمود. به قول بیرونی مردمی متعدد پیروی او شدند.
نهضت مزدکیان در پایتخت ایران باعث آن شد که ازدحام گشنگان انبارهای غله اشراف و بایها را تاراج کردند. در یک مدتی کوتاه شورش سراسری مملکت را فرا گرفت. مزدک مال و ملک بایها را کشیده می گرفت و در بین کمبغلان تقسیم می کرد. بسیار زمینداران کلان ایران کشته شدند. بسیاری آنها به مملکت‌های همسایه گریختند. کیقوباد شاه از جان خود ترسیده و با راه سست کردن موقع حاکمان محلی و نمایندگان کلانترین اعیان و اشراف حاکمیت مرکزی را پرقوت کردنی شده خود را پیرو تعلیمات مزدک اعلان نمود. سبب این کرداری کیقوباد شاه را مورخان هر خیل شرح می دهند. گورشمیت و نیالدکه در اساس اشارت بیواسطه مورخان عصر میانه چنین عقیده را پیش نهادند. کیقوباد شاه برای همین ضد نهضت مزدکیان نبرآمد که امید داشت آن را برایش فایده‌ناک روانه می کند، یعنی در مبارزه ضد اعیان و اشراف و روحانیان که با آنها یک جایه بودند واسطه پیدا کنند. اکثریت عالمان امروزه چنین عقیده دارند، اما کریستنسن برعکس چنین می شمارد که کیقوباد شاه از تحت دل به مزدکیان همراه شده پیروی ثابت قدم آنها گردید. به فکر اکثر عالمان سویتی گپ کریستنسن درست نیست. سبب این کرداری کیقوباد شاه غرض و طمع سیاسی بود، نه حسن توجه نسبت به مزدکیان و نه خیرخواهی نسبت به مزدکیان و نه خیرخواهی نسبت به خلق. اعیان و اشراف کیقوباد را از تخت فراورده به زندان انداختند. سال 496 و به تخت برادر او را شناندند که مقصد و مرام اعیان و اشراف را به عمل برآورد. ولی به کیقوباد میسر شد که از زندان گریزد و ضمناً از زندان گریخته راست به نزد هیتاریان رفت، زیرا پادشاه هیتاریان پاچای کیقوباد شاه بود. کیقوباد به نزد پاچایش رفته خواهر او را به زنی گرفت. یشوستیلت این واقعه را چنین به قلم داده است: کیقوباد شاه داماد پادشاه شده خیلی قامت افراخت و هر روز به زاری و تولا در آمد که به وی لشکر دهد تا که رفته اعیان و اشراف را از دم تیغ گذراند و باز صاحب مملکت خود شود. و پدر عروسش لشکری سیرشماری به وی داد و کیقوباد شاه با این لشکر به سرحد ایران رسیده بود که برادرش این را شنیده گریخت و کیقوباد شاه به مراد رسید و اشراف را قیر کرد. خلاص سال 499 کیقوباد شاه یک با یاری لشکری هیتاریان باز جلوس می کند و به همان قسم اعیان و اشراف که ضد وی بودند جزای سختی می‌دهد. بعدی با یاری هیتاریان باز به تخت نشستن کیقوباد شاه مناسبت وی به مزدکیان تدریجاً دیگر شدن گرفت. وی اول نهانی بعد روی راست پیروان مزدک را چنان تعقیب کردن گرفت که گویا آنها دشمن قطاری وی باشند. در سالهای 528 و 529 کیقوباد شاه با راه فریب و قلابی اول مزدک بعد راهبران نهضت را به قتل رساند. در سراسری مملکت کشتاری وحشیانه مزدکیان سر شد. مهمترین سبب شکست مزدکیه همین که آن ضد مناسبت‌های فئودالی بود که در همان دوره زینه لازمه ترقیات حساب می‌شد. اما شعار مزدکیان که برقرار نمودن برابری جماعتی را طلب می‌کرد در همان شرایط بازگشت به قفا بود. بازگشت به آن شکل‌های ساخت جماعتی و اولادی بود که کیها از درون گندیده حقی وجود را گم کرده بود. ولی شورش مزدک به طور ابیکتیوانه خصوصیت پروگرسیوی داشت، زیرا خلق را
به مبارزه ضد ظلم و استثمار برخیزند. تعلیمات مزدک به طبقه های نادار جمعیت تأثیری بزرگ رساند و سراسر آسیای میانه که در اینجا هم تشکل مناسبت های فئودالی آغاز یافته بود پهن شد. از شکست نهضت مزدک دیری نگذشته، پسری کیقوبادشاه خسرو انوشیروان سالهای 531 579 که دشمن اشدی مزدک و مزدکیان بود، در ایران چند اصلاحات گذراند و با همین مناسبت های فئودالی را خیلی مستحکم. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. خاقانی ترک و نفوذ حاکمیتی آن در آسیای میانه. در عصر 6 خیلی دور از حدود آسیای میانه در آلتای زیر عنوان خاقانی ترک سالهای 551 744 اتحادی دولتی پیدا شد که در تاریخ آسیای میانه رولی مهم بازید. ترک ها در سرچشمه ها با نام های گوناگون معلومند، ولی باید گفت که این نام ها به همدیگر خیلی عینیت دارند. خطایی ها آنها را توتزیویه می گفتند و این خود همان تیورکیوت می باشد که آن نام ترک ها در زبان ژاژهای مغول زبان است. موافق کتیبه ها خود ترک ها خود را تیورک می گفتند. سغدیان و فارس ها آنها را ترک می نامیدند. راجع به اتیمولوژی این کلمه عالمان گوناگون عقیده های گوناگون دارند. حاکم ترک ها بومان اول کیلی نام قبیله را مطیع ساخته قوت گرفت و بعد ضد اتحاد قبیله های ژاژها که تا این دم به ترک ها حکمرانی می کردند به جنگ در آمد و در مغولستان و آلتای دولت پرقوت تأسیس داد. وسعت من بعده این دولت در دوره یکی از ولیعهدهای بومان خاقان موهان سالهای 553 572 خیلی اوج گرفت. بلشکری که سوی غرب رهسپار گردید برادری موهان استم سربری می کرد. سال 555 وی به دریای غربی رسید. احتمال بحر ارل باشد. کتیبه کلانی کلتیگین خبر می دهد که آنها یعنی موهان و استم خلق خود را تا تگ تیمور قپیق مسکون نمودند. تیمور قپیق دروازه آهنین نام عصر میانگی و برگاهی کوهی است که از سوق و تخارستان می برد و خودش در کوههای بایسون واقع بود. دسته های پیشگردی لشکری ترک ها به سرحد ایران می رسند. در غرب تا خودی بحر سیاه رفته باسفاری کیمری را اشغال می کنند. امپریای بی نهایت کلان کوچمنچیان پیدا می شود که از خودی کره تا ساحل‌های بحر سیاه مساحت عظیمی را فرا می گرفت. خطای عملاً وصلی ترک ها شد و هر سال تاوان نهایت کلان می داد و با همین جانش را خلاص می کرد. در نزد این فوق الدولت ترک ها دیگر دو دولت کلانترین آن دوره ایران و بیزانتیه به هراس می آمدند. ولی اتحاد نصیب این دولت بزرگی ترک ها نشد. جنگ های بین همدیگری اوج گرفتند و در ابتدای عصر 7 سالهای 600-603 خاقانی به دو قسم به خاقانی شرقی ترک ها و به خاقانی غربی ترک ها تقسیم شد. آسیای میانه در هیئت خاقانی غربی ترک ها ماند. سالهای 630-682 خاقانی شرقی ترک ها تماما از قوت رفت و عملاً دیگر وجود هم نداشت. در آخر عصر 7 در مبارزه ضد خطای خاقانی دویوم شرقی ترک ها تأسیس یافته زود قوت می گیرد. این دولت علال خصوص در عهد ماجا یا خود تپگن خاقان سالهای 691-716 خیلی پرقوت می شود. باز لوای ترک ها در تگ دیوار قلعه پیکین به جولان می آید
و باز لشکری قپگن خاخان هجوم کنان از دریای خوانخه می گذرد. ترک ها در سراسر شمال خیتای حکمرانی می کردند. ده ها صدها هزار ساکنان آن را می کشتند یا به دشت ها گرفته می بردند. ثروتی بی اندازه غارت می کردند. رو به غرب به آسیای میانه هم تاخت و تاز خود را آغاز می نمودند. در آخر عصر 7 و میانه عصر 8 عرب ها ناحیه های اساسی آسیای میانه را اشغال نموده حکمرانی سیاسی ترک ها را در این کشور از بین برداشتند. خلق‌های آسیای میانه در عصر 6 و ابتدای عصر 8. ترک ها و هیتاریان. هنوز وقتی که ترک ها به آسیای میانه سر می در آوردند باید به هیتاریان دچار می آمدند. وقتی خاقانی ترک به نیت تسخیر آسیای میانه افتاد زد و خورد ناگزیر گردید. وضعیت هیتاریان برای همین هم مشکل بود که آنها در بین دو آتش ماندند که یکی ترک ها بودند و دیگری ایرانی ساسانی. ایران محض در همین دوره یعنی در عهد خسرو انوشیروان سالهای 531 579 کاملا تشکل یافته اقتدار آن خیلی افزود و به هیتاریان دیگر باج هم نمیداد. هنوز در سالهای 50 عصر 6 در شمال آسیای میانه ترک ها به هیتاریان دچار آمدند. از افتکار هیتاریان حتی گمان نکردند که با چگونه دشمنی توانا روبرو شدند. سردار هیتاریان حتی به هجوم گذشته ترک ها را پیشگردنی شد ولی قاتولف نام وزیرش او را از این کار باز داشت و گفت که قوت هیتاریان در خاک خودشان فزونتر است. جنگ از افتکار با بعضی تنفس خیلی طول کشید. سروری ترک ها سیلزیبول ابرها را ترساند که بعد تارمار کردن هیتاریان دیگر دشمنان خود را هم به خاک یکسان خواهد کرد. خسرو انوشیروان با ترک ها گفت و شنید می کند و مقصد از آن تأسیس اتفاقی بود که باید هیتاریان را برهم می داد. همه این واقعه ها را فردوسی خیلی مفصل به قلم داده است. زی بلخ و زی شکنان و آموی و زم، سلیح و سپه خواست و گنج و درم، زی ختلان و از ترمیز و ویسگیر، زی هر سو سپه اندر آورد گیر. در این مابین غاطفر لشکر جمع کرد. از بلخ، شغنان، ختلان، وشگیر یا ویسگیر ناحیه تاجیکستان جنوبی، ترمیز، آمول، زم لشکری بسیار آمده در اطراف بخارا جای گرفت. محاربه اساسی در قریبی بخارا شد. بخارا پر از گرز و کوپال بود که لشکرگه شاهی هیتال بود. بیشد غاطفر با سپاه چکور، زی هیتال گرد آوریدی گروه. به جنگ اندر آمد زی هر سو سپاه، زی تنگی بستند بر باد راه. حکایتی تبری هم در این باره انیق و مختصر و موجز است. تواناترین و مقتدرترین ترک ها سنجیبو بود که از لشکری بیشماری شاهی هیتاریان نهراسیده به جنگ در آمد و لشکری او را نابود ساخت. ثروت و ملک او را غصب کرد و جز آن جایهایی که پیشتر خسروی یک تصرف کرده بود. اینک هر دو طرف می کوشید که اولین شده به هیتاریان ضربه زند و عملا هیتاریان بر ضد دو دشمنی مقتدر تنها می جنگیدند. در مسئله نام ها باشد سینجیبوی مورخان عرب بیشک همان سینزیبوری مأخذهای ویزانتی می باشد. نیالده که تکلیف می کند که نام پادشاه هیتاریان ورز خوانده شود، ولی این انیق نی. اگر این تکلیف را قبول کنیم پس این کلمه فارسی است که معنایش گراز می باشد.
بعضی واریان شرق ایرانی مثلا واریان مرو، هرات، گرجستان، نیسا چنین عنوان ورز داشتند. معنای این نام را دیگر خیل شرح دادن هم ممکن، احتمال که معنای آن بلند باشد. ورزی سغدی. به عقیده شوان که این مأخذها را خیلی مفصل تدقیق کرده است، ترک ها هیتاریان را در کیم کجایی مابین سالهای 563 و 567 تارومار کردند، ولی موافق تخمینی مندلشتم این سنه به ابتدای آن فاصله نزدیکتر می باشد، یعنی ممکن است سالی 563 باشد. مرفچک باشد می گوید که این سنه را عموماً قریبی های سالی 560 گفتند در کار. در این جنگ شدید که از افتکار مساحت زیادی آسیای میانه را فرا گرفت، پیش از همه ساکنان شهر و دیهات ضرر دیدند. بین اتفاقچیان نزاع افتاد و از هم جدا شدند و هر یکی می‌خواست که از شرایط موجوده از افتکار حد الامکان فایده برد. به قول طبری تجاوز را ترک ها سر کرده طلب نمودند ایران همان باجی را که زمانی به هیتاریان میداد اکنون به آنها دهد. دیناوری برعکس خبر میدهد که خسرو انوشیروان تا بخارا و کیش و نصف رسیدن ترک ها را شنیده با سرداری ولی عهد خود ضد آنها لشکر میفرستد، ولی ترک ها از جنگ رو تافته عقیب می گریزند و تمام این ناحیه ها به دست ساسانیان می ماند. هنوز نیالدی که اشارت کرده بود که این خبری دیناوری و دیگر مأخذها موافقت نمی کند و در حقیقت این ناحیه های مرکزی ماوراء النهر در دست ترک ها بود، ولی شبهه‌ای نیست که به هر حال بین اتفاقچیان ناسازی به وجود آمده بود. نزاعی بین ساسانیان و ترک ها به فایده هیتاریان بود. جنوبی ترین ناحیه های آسیای میانه از جمله تریتوریای حاضره جنوبی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در تصرف ایران ساسانی و ناحیه های شمالی در اختیار ترک ها ماند. بین آنها سرحدی معین نبود و بعضی محل های حتی ناحیه های مابینی مجبور می شدند که یک باره به دو طرف باج دهند. هیتاریان وادی زرفشان به ترک ها باج می دادند. هیتاریان جنوبی آسیای میانه از افتکار مدت مستقلانه حیات به سر بردند، ولی موافق روایت مسعودی خسرو انوشیروان ظاهراً بهانه یافته به ناحیه های پس دریای بلخ یعنی امودریا لشکر در آورده تا به ختلان رسید. شاه هیتاریان که نامش خوشنواز بوده است و شاید این نام نی بلکه عنوان باشد کشته شد و خسرو ملک او را به مملکت خود همراه کرد. انا همین طور دولت هیتاریان وجود خود را قطع کرد و از زبان مأخذها گفتن ممکن که سپس توکوئیس ها یعنی ترک ها ملکی ییده را یعنی هیتاریان را به غارت بردند و به اولادها قیران آمد. شما گفتاری 35 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم خلفخان، کارگردان شیرالی نفزلی.